در یک صدمه در ولایت لینینگراد روسیه راننده توجک و یک زن مسافر به هلاکت رسیده، یک زن دیگر مسافر سخت مجروح شده است. بنا به اطلاع پلیس منطقه، صدمه شب 18 اکتبر ساعت 00:10 دقیقه در کیلومتر 105 راه سنت پتربورگ روی داده است. به سبب هنوز نامعلوم راننده نیسان به جایبار کنار راه و سپس به درخت برخورده است. راننده که 32 سال داشت شهروند تاجیکستان بوده است. همچنین یک زن 34 ساله مسافر این ماشین در جای صدمه جان باختند. یک زن دیگر 34 ساله را در حالت وزنین به بیمارستان بردند و او در ریانیماسیون قرار دارد. درباره شخصیت دو زن مسافر اطلاعی نشر نشده است که آیا آنها هم از تاجیکستان بودند یا ساکنان محلی. هر سال بیش از 1 میلیون یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده های خود به روسیه به مردکاری می روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون ترک این دنیا می کنند. صدمه های نقلیاتی در برابر فلاکت ها در جای کار یکی از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می رود.